سلام، خیلی خوش اومدید به کانال پاپ. خیلی خوشحالم که دوباره اینجا کنارتون هستم. میخواستم همین اول ویدیو تشکر کنم از حمایتاتون. به من خیلی کمک میکنه که تو این مسیر ادامه بدم و هی با ویدیوهای بیشتر بتونم کنارتون باشم. بریم سر یه سری از بازی‌های جام جهانی که حالا برای من جذاب بود و دوست داشتم که یکم راجبشون صحبت کنم. بازی اول بازی فرانسه و سنگال. خب این یه بازی بود که ما نیمه اولش رو که دیدیم سنگال خیلی خوب داشت حمله میکرد، خیلی جاها بازی رو در دست داشت. فرانسه اصلا نمیتونست که ریتم بازی رو کنترل کنه، به شدت موقعیت سازی کرد سنگال، حتی شانس گلزنی داشت و به نظر من اگر در نیمه اول میتونست به گل برسه یا حالا یکی از اون آفساید نمیشد، خیلی میتونست این بازی در ادامه تغییر کنه، خیلی بازی سختری برای فرانسه شه. ولی خب در نهایت نیمه اول به پایان رسید و در نیمه دوم ما دیدیم که با تغییراتی که تیم ملی فرانسه انجام داد تونست بیاد در نهایت بازی رو 3-1 ببره. این تغییراتی که اتفاق افتاد یکیشون این بود که خب ما هم اول یه ویدیو دیگه هم دادیم راجع به کلا تیم فرانسه قبل شروع جام جهانی و صحبت این بود که این تیم خیلی بازیکن‌های خوبی داره، وینگرهای خیلی خوبی داره، نوک خوبی داره، دفاع خوبی داره، ولی اون وسط دوباره وسطش مخربای خوبی هن، خیلی بازیکنای فیزیکالی هن، CDM خوب بازی میکنن، ولی در بازی سازی به نسبت ضعیف هستن. یعنی این تیم فرانسه یکی مثل رودری، یکی مثل پدری، مثل ویتینیا، بازیکنای از اون کلاس بازی که حالا هر کدوم از اینها مقدار متفاوت هستن با اون یکی، اینها رو نداره که اینا بتونن توپ نگه دارن، پاسکاری کنن، پاسای تو عمق خیلی خوب بدن. یکم از این نظر مشکل داره و از اون ور بازیکنای خیلی پا به توپی داره که خیلی دوست دارن بیان و توپ بگیرن خودشون ببرن. این یکم سخت میکنه کارو، به خاطر اینکه این بازیکن سرعتی هم هستن و باید توجیهشن که حالا کجا کی بیا توپ بگیره، کجا کی بره تو فضا. ما اینو تو نیمه اول نمیدیدیم، خیلی به هم ریخته بود. در نیمه دو حتی نیمه اول امباپه به نظر من خیلی ضعیف عمل کرد، ولی در نیمه دوم به نظر می رسید که مربی نکاتو گفته و ما داشتیم از جناحین مختلف می دیدیم که بازیکن‌ها در فضا دارن حرکت میکنن. یه تغییر خیلی جالبی که مربی داد که اجازه داد که انگار به اولیسه بیشتر نقش اون بازی سازو داشته باشه در تیم و کلا ریتم بازی اولیسه تونست عوض کنه، پاسای خیلی خوبی بده که یکی از اون پاسا به امباپه رسید و گل کرد، چند تاش رسید و گل نکرد. یک تغییر دیگه که داد این بود که جای اولیسه و دمبله رو عوض کنی، دمبله رو آورد وینگ راست قرار داد، اولیسه رو گذاشت وسط جای دمبله و اون هم خب خیلی کمک کرد تو این چرخش توپو نگه داشتن و پاسکاری کردن و در عمق حرکت کردن. بعد که به تعویضا رسیدیم، اون تعویض خیلی جالبی که دمبله رفت بیرون، بارکولا اومد تو و جای بارکولا و دو عوض شد. بارکولا رفت وینگ چپ زد، دو رفت وینگ راست که اون پاس بی‌نظیر ربیوت رو می‌بینید که حالا ربیوت آره مطمئنا در کلاس بازیکنی مثلا ویتینیا، پدری، نوز در اون کلاس نیست از نظر بازی سازی، ولی به هر حال داره در کلاس جهانی بازی میکنه و اگر وینگرای داشته باشه که در حرکت کنن یک سری پاسا میتونه برسونه که همون پاس بارکولا رو هم ربیوت رسون، بارکولا رفت و گل بعدی رو زد و گل آخر که واقعا خب روی حرکت قشنگ امباپه، میشه گفت حرکت فردیش، دیدن دروازه، این که از همه جای این شم گلزنی داره و کلا یه بازیکنه که حتی در روز بعدش، واقعا روز بعدش بود، در نیمه اول، در نیمه دوم میتونه تغییر ایجاد کنه، میتونه تأثیر داشته باشه تو بازی و یک بازی رو از اون سختی
در بیاره که اینجا هم میگم خیلی موقعیت از دست داد امباپه، ولی خب در نیمه دوم با 2 گلی که زد جبران کرد. و من باز هم اگر بخوام یک نفر رو مثال بزنم از این تیم فرانسه که به شدت خوب بود و تغییر رو در این بازی ایجاد کرد، فکر میکنم اولیسس و اون تغییر جا و اون تغییر تاکتیکا از سمت مربی به شدت به جا و درست بود. این از فرانسه. به نظر تیم خوبی میاد و حالا باید ببینیم در بازی بعدی چجوری میره جلو. سر اسپانیا کیپ ورد، اسپانیا خب به نظر من مربیش جدی نگرفته بود این بازیو و اشتباه محاسباتی داشت. بازیکن‌های اصلی رو نذاشته بود، نه وینگر چپ گذاشته بود، نه وینگر راست اصلیشو گذاشته بود. نیکو ویلیامز نبود، یامال نبود. تورسی که به نظر من معمولا بازیکنی که از رو نیمکت میاد خوبه، فیکس در بازی بود. گوی که مدت‌ها مصدوم بود و حالا نسبتاً تازه برگشته، فیکس تو زمین بود و این نشون میداد که انگار مربی خب از این مطمئنه این که این بازی رو میخواد ببره و با اون ترکیب هم میتونه ببره. من یه سری از بازیکنایی که حالا بازی اصلی بعدی من ممکنه فیکس بازی نکنن و من میذارم تو اینا بازی بکنن. حالا رودری و پدری هم هستن، این بازی سازی رو انجام میدن و اون وسط رو کنترل میکنن و ما میریم و این بازی رو بدون دردسر این برد رو میاریم برای تیممون و 3 امتیاز رو میگیریم. ولی خب این به نظر من یه اشتباه محاسباتی بود که مربی اسپانیا کرد و خب ضررش هم دید. یعنی اگر شاید از همون اول شما یامال داشتی که میتونست خودش به تنهایی خلق موقعیت بکنه، بیاره رو پای چپش شوتای خوبی بزنه، نیکو ویلیامز داشتی که میتونست در عمق حرکت کنه و پدری از اون ور براش موقعیت سازی کنه، شاید خیلی بازی متفاوت بود. باز با این حال حالا با همون ترکیب هم ما موقعیت های دیدیم که تورس تعداد زیادیشو خراب کرد و یه سری موقعیت که حالا اویارزاوال داشت نتونست بزنه. تورس اصلا کلا سبک بازیش اینجوری انگار گلای سخت رو میزنه و گلای آسون رو نمیتونه بزنه و کلا بازیکنی که از اول بازی بکنه نبوده تا به امروز. در بارسلونا هم همینطور پیش رفته و در نهایت حس من اینه که اسپانیا خیلی جا داره. اسپانیا تیم خوبیه به نظر من. ما در بازی بعدی جدیت این تیم رو خواهیم دید، صفر بازی کردنش رو خواهیم دید و از درخشش دروازه‌بان کیپ ورد هم نمیشه گذشت. واقعا درجه 1 بود، سیوای عالی داشت و یه کیفیت خیلی خوبو از خودشون نشون دادن در فاز دفاعی و براشون واقعا یه برد بود، خودشون باورشون نمیشد و چقدر خوشحال شدن در آخر بازی که با اسپانیا مساوی کردن. ولی من اینجا اسپانیا رو دست کم نمیگیرم. به نظر من ترکیب اصلی نبود، هدفشون مشخص نبود، اشتباه کرده بودن با این ترکیب. من اگر جای مربی بودم ترکیب فیکس هم میذاشتم، 1-2 تا گل میزدم و بعد بازیکن‌های اصلی رو میکشیدم بیرون که هم حالا استراحت کنن هم مصدوم نشن. بازی بعدی الجزایر و آرژانتین که به نظر من یه نشون داد که مسی هنوز رو فرمه، هنوز درجه‌ایه، که چقدر خلاقه و اینکه چقدر میتونه سبک‌های متفاوت خوب بازی کنه. ما مسی رو در خیلی از بازی‌ها مثلا در اینتر میامی نگاه کنین، حتی در خیلی از بازی‌های دوستانه آرژانتین شما می‌بینید که مسی در پرس اونقدر شرکت نمی‌کنه، ولی در این بازی می‌بینید که به شدت خشن در پرس هم هست، دوندگی خیلی بیشتر در کنار تیم و داره همونقدر تلاش می‌کنه که حالا یکی از اون پرسان به اون خطا ختم شد که حالا بعضیا نظرشون به کارت زرد باشه، کارت قرمز باشه. به نظر من حداقل زرد رو باید میگرفت اون صحنه
ولی حالا اینکه حالا قرمز بود و نبود خیلی سخت نسبت به شدتش، به اینکه حالا کجای زمین این اتفاق داره میفته داورا تصمیم میگیرن. و تیم آرژانتین، من قبلا هم اینو گفته بودم که آرژانتین تیمه خیلی در کنار هم خوبه. این تیم با هم پشت هم جام‌های اصلی رو برده، همون بازیکنان حالا یکم سنشون رفته بالاتر، آره ممکنه که من نظر فیزیکال چی میگن پسرفت کرده باشن، ولی تجربیاتشون به شدت رفته بالاتر. چقدر دیپال متفاوت بازی میکنه نسبت به جوری که تو اینتر میامی، یعنی انگار تو اینتر میامی یکم اومدن اونجا دور هم پاسکاری میکنن، حالا مسی میره دوستا گل میزنه هر وقت دلش بخواد، هر وقت هم نخواد شروع میکنه به قدم زدن، راه رفتن. دیپال هم سعی میکنه کارهایی که مثلا تو کلابای دیگه نمیکرده، یا مثلا حالا کاشته مستقیم نمیزده و اینجور چیزا میاد تو اینتر میامی نشون میده، ولی وقتی که میاد به بازی جدی میرسن هنوز همونقدر رو فرم و بی‌نظیرن. خب پاس اولو که ما اصلا دیدیم چه پاس قشنگی داد و چه فضایی رو دید دیپال و مسی رو صاحب توپ کرد و کلا اصلا بازیش همیشه با مسی میشینه. مشخص هم از خیلی رفیقای خوبی هم هستن برای هم دیگه. از گل سومو که هیچ کاریش نمیشد کرد، یعنی یک حرکت درجه یک از سمت مسی. گل اول و دوم قابل گرفتن بود به نظر من، یعنی میشد اگر دروازه‌بان خیلی لول بالایی بود، اگر مثلا کورتوا تو دروازه بود احتمال داشت که بتونه حداقل یکی از اون دوتا گل جلوشو بگیره، ولی باز اینم چیزی از اون کیفیت بازی مسی و این دیدن اون فضاها، در اون فضاها جا گرفتن و بعد به شدت سریع چرخیدن و تصمیم به شوت گرفتنش، چیزی از اون ارزش‌ها کم نمی‌کنه. واقعا بازی در بیاره این بازیکن و همه تیم هم در اختیارش دارن بازی میکنن و خوشحالن که کنارش دارن بازی میکنن. آرژانتین با یه ترکیب 4-4-2 اومده بود تو زمین، وینگر سرعتی خاصی نداشت، نمیدونم کلا اصلا از چپ و راست بازیکن سرعتی نداشت. من فکر نمی کنم که این ترکیبی باشه که حالا تو با همه بازی‌ها قرار باشه اینا برن جلو. به نظر من نسبت به تیم مقابلش اینا ترکیب و تغییر خواهند داد و مهره هاش هم دارن، یعنی مهره سرعتی مثل سیمونه دارن، مهره سرعتی و تو فضا بروی مثل آلوارز دارن. آلوارز درست تعویض شد تو این بازی و اونقدر ازش استفاده نشد. به نظر من بازیکنی که میتونه تو خیلی از بازی‌ها بیاد فیکس بازی کنه و خب این خوبم شد براشون. 3 تا گل زدن، خیلی این بازیکن‌ها مثلا استراحت کردن، نیاز نبود بیان داخل و میتونن در بازی‌های بعدی با ترکیب متفاوت بیان و بازی ببرن جلو. این از آرژانتین. به نظر من باز نشون داد که یکی از شانس‌های اول قهرمانی میتونه باشه با بازیش، چیزی که خب ما از اسپانیا ندیدیم و از فرانسه تا حدودی دیدیم نسبت به اینکه شما نیمه اول صرفا بخوای در نظر بگیری یا نیمه دوم در نظر بگیری. از این بگذریم، انگلیس و کرواسی که میشه گفت نیمه اولش بهترین بازی بود که ما میتونستیم ببینیم، پر از هیجان. 4 تا گلی که رد و بدل شد، پنالتی که زده شد گرفته شد و دوباره زده شد و گل شد، درخشش هری کین در این بازی و تواناییش در پخش توپ که چقدر عجیبه که از اون موقعی که رفته بایرن و این سیستم کم عوض شده میاد دیگه، فالس ناین هم نمیشه بهش گفت، میاد تو زمین خودشون توپو میگیره و پخش میکنه این توپو و دوباره خودش میره اضافه میشه و گل میزنه و چقدر خوبه، هم تو پاس دادنه هم تو اون قدرت دوندگیه که این نفس کم نمیاره، همین که تو پرسا شرکت میکنه، در تمام موقعیت‌های گلزنی حضور داره، توپو خوب پخش میکنه، در زمین خودشون میاد قشنگ به نقش یک بازی ساز بازی میکنه. به شدت خوبه، به شدت کمک کننده انگلیسه و این انگلیس به نظر من یکی از معدود تایماییه که من میبینم انگلیس انگار یه شانسی داره برای جلو رفتن.
یعنی فقط یه سری بازیکنای ستاره نیستن که کنار هم جمع شدن، با یه فکری این تیم جمع شده. یک سری ستاره هم دعوت نشدن. خیلی از بازیکن‌ها بازی اولشونه. یکی مثل مدوکه میاد واقعا با تمام وجود بازی میکنه، چون اولین جام جهانیشه و میخواد هر جور شده خودشو نشون بده و تمام تلاشش رو میکنه. اورایلی همینطور. گوردن تو ترکیب فیکس قرار میگیره و حالا فکر نمیکنم نمایش اون چندان عالی نداشت نسبت به بقیه بازیکن‌ها، ولی میبینیم که داره بازم تلاشش رو میکنه و اینجا دید مربی مشخصه که آقا من صرفا دنبال ستاره نمیگردم که نمیدونم لمپارد و جرارد و رونی و اینجوری همه رو بذارم کنار هم دیگه یه فانتزی تیم تو ذهنم برای خودم درست کنم. من دنبال نتیجه‌ام و نسبت به تیم مقابلم این تیمو میچینم و کسی هم اینجا حرف اول رو جز من نمیزنه. این ترکیب منه که میکسی از بازیکن‌های جوون کم سابقه تر و بازیکن‌های پر سابقه اینا در کنار همدیگه قرار گرفتن و یک تیم خیلی خوب رو تشکیل دادن. باز هم من حسم این نیست که این تیم بیاد حالا مثلا خیلی بالا بیاد. باید 2 تا بازی بعدیشو ببینم که ببینم چجوری پیش میره، چون همیشه به انگلیس هر وقت ما گفتیم امسال دیگه انگلیس میاد بالا خراب کرده، یا امسال انگلیس مثلا این ناکاوت استیج رو رد میکنه دوباره خراب کرده. واسه همین خیلی سخته تصمیم گیری راجبش، ولی خیلی خوب خودشون رو نشون دادن و بازی خوبی از خودشون به نمایش گذاشتن. و البته اگر اون پنالتی حالا گرفته شده بود و یعنی گل حساب نمیشد و ادامه میدادن بازی و شاید یکم جهت بازی تغییر میکرد، چون تا نیمه اول کرواسی واقعا هی داشت جواب میداد، هی جواب داشت برای این گل ها. یه کوچولو بدشانسی هم آورد سر پنالتی. اصلا مودریچ نمیخواست پنالتی کنه، اومد توپو شوت بزنه. اگه شما نکنم مدوکه اومد جلوش قرار گرفت و به جاش اون رو شوت کرد، وگرنه یه کوچولو کرواسی هم بدشانسی آورد. وگرنه به نظر من کرواسی هم جاش بد نیست و حالا در بازی بعد میبینیم که به نظر من خیلی بهتر نتیجه میگیرن. از انگلیس و یه نکته دیگه راجع به انگلیس این که این کورنرایی که رایس میزنه برای آرسنال که به شدت خطرناک هم هست و همش انگار دارن پنالتی میزنن هر سری که میرن کورنر میزنن. اینو انگار آورده تو انگلیس هم داره اجرا میکنه که این کورنرها همش خطرناکه. هر کدوم از این سانترایی که میاد از سمت کورنر آدم دنبال منتظره که یه اتفاقی بیفته، ضربه سری زده شه، یه گلی اتفاق بیفته و این هم یکی از قدرت‌های تیم انگلیس شده که به نظر من بخشیش از سبک بازی آرسنال میاد و رایس که خب اون کورنرها رو به خوبی بلده. بریم سر بازی پرتغال و کانگو. خب پرتغال به نظر من از نظر اسمی، از نظر فرم اون بازیکن‌ها و جایگاهی که هستن خب بهترین میدفیلد این جام جهانی رو داره و اون میدفیلد، اون هافبک 2 تاشون دارن برای پی اس جی بازی میکنن، نویس و ویتینیا که دارن برای پی اس جی بازی میکنن. یه فول بک که به نظر من یعنی دفاع چپشون که بهترین دفاع چپ حال حاضر دنیاست، مندز، اون هم که داره در پی اس جی بازی میکنن. اینا همدیگه رو میشناسن. بعد از این ور شما نگاه کنید دفاع راستشون یکی از بهترین دفاع راستای دنیا، کانسلو، که همه جا میتونه بازی کنه، چقدر خوب جلو اضافه میشه. ما بازی اینا رو دیدیم. خط هافبکشون هم که باید بتونن توپ بچرخونن، باید بتونن نگه دارن این بازی و اینا رو هم که میدونیم. و به نظر من انقدر این خط هافبک خوبه که اصلا نیاز نداره کسی از جلو بیاد خیلی دوباره مثلا توپ بگیره. ما یه جایی میدونیم رونالدو میاد توپ میگیره، پاس میده میبره، شاید اونقدر نیاز نباشه تو این سبک، چون انقدر این هافبک این 3-4 تایی وسط انقدر خوبن با هم. برونو فرناندز دیگه بهترین بوده برای منچستر یونایتد و اونم به شدت بازیکن
جنگنده، چه تو دفاع، چه در گلزنی، چه تو حرکت تو کردن. واقعا یعنی این خط هافبک چیزی کم نداره، همشون خوبن، توپو میتونن نگه دارن. من دیدم که حالا خیلی اعتراضا به رونالدو شده بود. رونالدو کلن به نظر من 2 موقعیت بود که میتونست به سمت دروازه بزنه، یکی رو زد اگه اشتباه نکنم تکل شد و دفاع شد، یکی دیگه که تیری آنری هم اومده راجبش صحبت کرده که خیلی حالا همه جا تو سوشال میدیا هست. اون حرکت اولا که شما باید فکر کنید که 100 ثانیه است، یعنی یک لحظه رونالدو باید تصمیم بگیره که بزنه تو پشتش کسی هست اون توپو بگیره یا بزنه رو به بیرون یا همون بره سمت توپو شوت بزنه، که حالا تصمیم گرفت که بره سمت توپو شوت بزنه و اون شوت در نیومد. ولی اون یک اشتباه مشکل پرتغال نبود، یعنی اون اشتباه هر کس دیگه میکرد و ما اصلا راجبش هیچ وقتم نمیشنیدیم، ولی چون رونالدو کرد داریم هر لحظه راجبش میشنویم. رونالدو تموم شده، رونالدو دیگه اصلا نمیشه ازش استفاده کرد، من پرتغال رو داره خراب میکنه. من نظرم قبل این جام جهانی بود که رونالدو بیاد بشینه رو نیمکت، یه بازیکن مثلا مثل راموس بره تو نوک بازی کنه، بعد رونالدو در نیمه دوم اضافه شه، نفس داره، جون داره، میدونه بازی کجاست، چندیم تیم حریف حالا چه قدرت و ضعف‌هایی داره، قشنگ بره استفاده کنه از تجربیاتش و کمک کنه به تیم. ولی تو این بازی که دیدم نه، تو ترکیب فیکس هم داره خوب بازی میکنه، میاد حالا یه سری توپا رو میگیره، پاس میده، در حرکت میکنه، در اون جا هم هر وقت که نیاز داریم تو محوطه باشه هستش. صرفا یک اشتباه، تازه اگر ما بتونیم اونو اسم اون حرکت رو اشتباه بذاریم، چون میگم خیلی سخته در اون لحظه تصمیم گیری کردن و اینکه بدونی شما یکی پشتته بزنی توپ، بذاری توپ رد شه که مثلا برونو فرناندز بزنه، خیلی کار سختیه اون کار و من نمیتونم. و اگه در نهایت میتونیم به اینکه یک اشتباه کرد و اون اشتباه صرفا دلیل این نتیجه پرتغال نبود. ما اگر بگیم مثلا رونالدو تموم شده، بازی با پا نداره، دریبل نمیتونه بزنه، شوت نمیتونه بزنه، هیچی، یک چیزو میدونیم، هد میتونه بزنه، خیلی خوبم این کارو میکنه، همه جا هم میکنه، هنوزم میکنه، فیزیکش هم داره، خیلی بالا هم میتونه بپره. چرا ما سانتر تو این بازی نمیبینیم؟ چرا ما حرکتای از چپ و راست نمیبینیم؟ اون مندزی که تو پی اس جی به اون شکل میزنه تو، چرا دیگه اینجا نیستش؟ چرا اون سانترای خوب کانسلو اینجا جواب نمیده؟ چرا نمیکشن این توپو؟ و حداقل 2-3 بار بفرستیم ببینیم رونالدو میتونه این ضربه سر رو بزنه یا نمیتونه ضربه سر رو بزنه. بهتر ضربه سر رو ده. بعد برای تیمی که خب میره کامل تو دفاع منتظر شما، دیگه تا چقدر ما بیایم پاسکاری کنیم و وقتی هیچ روزنه‌ای نمیتونیم پیدا کنیم، خب سانتر میکنیم، از اون قدرتمون استفاده میکنیم. یکی مثل کریستیانو رونالدو که میتونه بهترین هدو هنوز در همین جام جهانی 2026 بزنه، شاید بهترین هد زنم باشه، بذاریم استفاده کنه از اون تواناییش. تازه من هنوز با اون اینکه پا به توپش تموم شده من هنوز موافق نیستم، هنوز به اینکه شوت نمیتونه بزنه موافق نیستم. آره کیفیت اومده پایین، ولی اینجوری نیستش که کیفیتش الان مثلا پایینتر از بازیکن‌های پرتغاله. ما یک لولی از رونالدو دیدیم که خب حالا هر چی دیگه الان ببینیم خب مطمئنا پایینتر از اون لوله، ولی به این من خودشو با خودش داریم مقایسه می‌کنیم. اگه خودشو بذاریم کنار مثلا بقیه نوک حمله‌های پرتغال، من فکر نمی‌کنم که اونا بیان تو اتفاق عجیب غریبی رقم بخوره. و البته اتفاقات رختکن که خب ما واقعا نمی‌دونیم، واقعا اگه رونالدو تو رختکن مثلا خیلی رئیس بازی در بیاره، نمیدونم بگه هر چی که من میگم من باید تو ترکیب باشم اینجوری اونجوری، خب ما اینا رو نمی‌دونیم. واقعا اگر اینجوری باشه، اولا اینکه خیلی متاسفم برای مربی که بازیکناش بیان این همچین برخورد تو رختکن داشته باشن و اینکه خبرش به ما نرسیده که همچین کاری میکنه، یه سری شایعه است. و آخر بازی هم دیدیم که خب ناراحت بود از این
نتیجه. ولی به نظر من پرتغال برعکس آرژانتین اصلا تیم نیست، انگار همه با هم یه مسئله ای دارن، یه مشکل، و هیچ کدوم برای رونالدو بازی نمیکنن. این هدفشون این نیست که توپ برسه به رونالدو که حرکتی بکنه. و حالا من نمیگم توانایی رونالدو با مسی یکیه، ولی منظورم اینه که کلا برعکس اون تیم که همه کنار همه وقتی یه مشکلی پیش میاد یکی اشتباهی میکنه دستشو میگیرن، این تیم برعکس همه انگار میخوان همدیگه رو بزنن، یا همه میخوان خودشون نشون بدن. کانسلو میخواد بیاد خودش گل بزنه بره خوشحالی کنه، یه بازیکن برونو فرناندز به این فکر من الان باید تو این جام جهانی گلی زده باشه، انگار یه همچین حسی هست از تیم. و امیدوارم درست حیف اون، هم حیف رونالدو هم حیف این بازیکنای جوونیه که بهترینای دنیا دارن تو هافبک این تیم بازی میکنن که هدر میرن همشون اگر درست ازشون استفاده نشه. از یه مسئله آخر راجع به پرتغال، سیستم پرسش به نظر من این تیمو خیلی بیشتر میشد پرس کنه. این زمانی هم که توپ بهش میداد قشنگ میومد از بالا فشار میذاشتشون رو پرس میکرد. به نظر من بهتر زیاد بهشون فاصله نده که با توپ زیاد بازی کنن که بیان جلو بتونن حالا موقعیت گل فراهم کنن، گل بزنن. اینم از این. و بریم سر بازی آخری که من تصمیم گرفتم بالاخره راجبش حرف بزنم، چون خیلی عجیب بود، خیلی چیزای پیش و پا افتاده توش رعایت نمیشد. ایران و نیوزیلند. خب حسی که من اول که فقط میخوام فوتبالی راجب واقعا اتفاقی که داخل زمین افتاد صحبت کنم و اصلا با شخصیتاشون و مسائل پیرامونشون الان من کاری ندارم. صرفا این بازی بین این دوتا تیم، خب نیوزیلند رو ورق اگه نگیم ضعیفترین، یکی از ضعیفترین، حالا نگیم بهش ضعیفترین، یکی از ضعیفترین تیمای جام، و ایران که از نظر رنک فیفا رتبه 20 اینا جلو هم قرار میگیرن، وارد زمین میشن. و من حس میکنم دقایق اول اصلا من یکم داشتم نگاه میکردم، حسم این بود که نیوزیلند اول اومده بود که انگار جلو ایران دفاع کنه، یعنی بکشه عقب دفاع کنه. مدت ها بوده جام جهانی هم نیومده، تجربیات خاصی هم نداشتن، بازیکن اونقدر معروفی هم نداشتن، اینا فقط اومده بودن که حالتش انگار سیستم دفاعیشون رو حفظ کنن و ایران توپو بچرخونه و حالا یک سری ضد حمله بزنن. این حسی بود که من چند دقیقه اول بازی گرفتم. ولی بعد که چند تا توپ از بازیکن ما گرفتم، ما چند تا پاس اصلا خودمون نتونستیم بین هم دیگه رد و بدل کنیم، یه دفعه جهت بازی برگشت، انگار یک انرژی دوباره گرفتن، یه اعتماد به نفسی پیدا کردن که نه مثلا که ما جلو اینا میتونیم بازی کنیم، بدن میذارم طرف میفته زمین. چقدر بازیکن‌های ایران میافتادن زمین، هر بدن میافتادن زمین، پاها بالا دست بالا، خطا هیچ کدوم هم خطا نبود، یه بدن ساده بود. و آروم آروم اینا اعتماد به نفس پیدا کردن، هی بیشتر و بیشتر، تا رسیدیم به اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاد که سانتری که از سمت دروازه نیوزیلند کشیده شد به سمت زمین ما، وود اونجا وایستاده بود که توپ بهش برسه. اول آماده این بود مثلا ضربه سر بزنه، قشنگ مشخصه که فقط ما یکی بازیکن ایران بیاد بهش نزدیک شه، حالا یا این بزنه یا اون بزنه، که در اون لحظه شجاع باید بهش نزدیک میشد. یه دفعه شجاع تصمیم گرفت که بره عقب. این وود یه دفعه یه لحظه هیچ کی این ور اون ورش نیست، یه استاپ سینه کرد، دید دوباره کسی دور و برش نیست، همه رفتن عقب. یه دور زد با توپ، دید خبر، یه دور دیگه زد، قشنگ داشت تو زمین ایران غیر میداد، هیچ کس هم هیچ چیز. انقدر طول کشید که قدوس از اون ور زمین اومد رسید جلوی این، قشنگ چرخاشو که زد، پاس داد، دوباره رفت جلو، یه پاس گرفت، یه پاس دیگه داد و گل زد. من خیلی از بازیکنای ایران اصلا متعجب شده بودم. این
که شما توپ وقتی از بالا داره میاد، یه توپ هوایی داره میاد به سمت زمینتون، اصلا این خیلی بیسیکه، خیلی از چیزهای اولیه فوتباله که شما باید سعی کنی که تأثیر اول و قبل از این که توپ به زمین میخوره داشته باشی. چون اگر توپ بیاد بخوره زمین اصلا نمیدونی کدوم ور میخواد بره. یک. دو این که بازیکن حریف اصلا میتونه کنترل کنه برسه بهش و توی موقعیت خیلی خطرناک یا تک به تک با دروازه‌بان ما قرار بگیره. پس من باید یه تأثیر رو این توپه بذارم، یعنی با این آقای وود من باید بهش نزدیک شم، باهاش بلند شم، حتی اگر نمیتونم. حالا ما نمیتونیم ضربه سر بزنیم، قدرت بدنیش بیشتر از ماه، خیلی چست و چابکه. کاری که میکنیم اینه که یک بدنی بذاریم، فقط یکم اذیتش کنیم که این راحت توپو نیاره پایین بخواد فکر بکنه. وقتی میاره پایین فکر میکنه آپشناشو میبینه و تمام، دیگه کاری از دست ما برنمیاد. و در جایی که شما رامین رضاییان راستت میبینی، یعنی رامین رضاییان راست یه لحظه حالا توپ هم در رفت رامین رضاییان میاد برات پشت تو میبنده، این چه کاریه که شما لحظه آخر یه دفعه تصمیم میگیری بری عقب، توپو بدی به حریف، اونم قشنگ استوب کنه به زانوش بزنه، بعد یه دوری بزنه، بعد تصمیم میگیره سر بالاست پاسشو بده، هم جلوش وایسان دارن نگاه میکنن، لذت داشتن میبردن. یعنی حرکات من تو خونه بیشتر بود تا حرکات دوستان تو زمین. قشنگ داشتن بازی رو نگاه میکردن، لذت، مثل ما که تو خونه نشسته بودیم داشتیم نگاه میکردیم. نمیدونم این واقعا چه کاریه، اصلا چه فکریه، چه سیستمیه. حالا یکی داشت میگفتش که شاید حتما مربی بهشون گفته اینجوری برن عقب وقتی اون، اصلا چه مربی میاد همچین حرفی رو بزنه؟ یک چیز خیلی پیش و پا افتاده تو فوتباله. ولی اگرم مربی گفت، یعنی کسی نگفته که حالا بیا یه نفر جلوی آقا وایس حداقل اینقدر دیگه تکون نخورد. و چند بار در زمین اتفاق افتاد، فقط گله نبود، کلی این بود، هر توپی می اومد می آورد پایین، هر توپی از هر جایی میکشیدن این می آورد پایین و استوب میکرد، پاس میداد. این از این واقعا بیشتر تیم اصلا نشون میداد که بدنهای آماده ای ندارن. اصلا من حالا شجاع رو کاری ندارم که به نظرم با اختلاف در کنار البته محمدی این دوتا واقعا اصلا انگار در بازی نبودن، ولی خب شجاع خیلی بیشتر حس میشد. اینها رو بذاریم کنار، بقیه بازیکن‌ها واقعا بدن نداشتن، خیلی هاشون واقعا در بازی نبودن، اصلا هول کرده بودن جلو تیمی که به نظر من اولش هول بود. یعنی اون نیوزیلند از شما داشت میترسید تا دقایقی، بعد دید که اصلا خبری نیست، اصلا این رنکه چیه، ما اصلا میتونیم اینا رو ببریم و بیایم بیرون. و اینا رو بذاریم کنار، درخشش رامین رضاییان که تنها بازیکنی بود که داشت در کلاس جهانی بازی میکرد، چه در دفاع میومد چه در حمله که به شدت عالی بود. یه گلو که تنهایی ساخت و حرکت کرد، اون شم گلزنی که داشت تا خط دروازه هم رفت، کاریو که نوک حمله ما نتونست بکنه، خورد زمین، این شوتو زد و تمامش کرد بالاخره. و گل دوم که باز دوباره رو سانتر زیباش که اصلا اون سانتر اگه گل نکنی یه مسئله داره به عنوان نوک حمله. واقعا درجه یک بازی کرد، به شدت رو فرم، قشنگ نشون میده که خب این تمرینا فقط فیلم و اینستاگرام و اینا نیست، واقعا داره تلاش میکنه که حتی تو این سن که خب به هر حال دیگه جزء جوونا هم حساب نمیشه، الان جزء تجربه دارای تیم ملی، باز هم داره تاثیر خودش رو میذاره و خیلی خوب بود. من از بازیش لذت بردم، تنها کسی بود که حس میکردم که توی زمینه واقعا داره بازی میکنه، بازی لذت هم داره میبره و در کنارش غیرتش هم گذاشته، یعنی تمرینشو کرده، کارشو کرده، حالا غیرتش هم گذاشته. اینجوری نیست که فقط حالا ما دیشب داشتیم چلو کباب میخوردیم امروز تصمیم گرفتیم بیایم تو زمین حالا یه فوتبالی هم بازی بکنیم. این از رامین رضاییان. و یه کلا آقای قلعه‌نویی به نظر من
دوست داره که از طارمی به یه سبکی به شکل هریکین استفاده کنه که طارمی بیاد عقب یه توپی رو بگیره، خیلی میخواد عقب، مثلا اینو تو بازی‌های دوستانه هم ما میدیدیم، بیاد عقب توپو بگیره، حالا یا ببره یا پاس خوبی بده. من در این که طارمی پاسای خوبی رو میبینه شکی ندارم، بارها ازش دیدم، حتی بعضی وقتا حسم این بوده که این بعضی جا بازی سازیش از اون که بره جلو و شوت بزنه جلوتره، با اینکه خیلی گلای ما رو زده، ولی کلا یه سری پاسایی رو میبینه که زیباست. ولی اگر اون پاسا رو بده، ما خیلی ها رو میبینیم خودش میگه حرکت میکنه، یکیشو زد به تیرک، حرکت خوبی بود، ولی کلا بازیکن اونقدر سرعتی هم نیست. یعنی من داشتم نگاه میکردم تا بیا تا بگیره تا اون توپو بندازه 4-5 نفر از این ور اونور بهش رسیدن. ولی آره من قبول دارم که اون دید پاس خوبو داره، اون دید یه دفعه توپ از اینجا بگیره بازی رو انتقال بده داره. ولی تو این بازی یه چند جا تلاش کرد تو محوطه جریمه بیرون هی لایی بندازه دیری بزن، هیچ کدوم هم جواب نداد و به جای این به نظر من یکم که رو راستش شوت میزد، رو چپش شوت میزد، پاسی میده آخه اون پاس هم اصلا استفاده نکرد، یعنی اون دید پاس دادنش هم استفاده نکرد. و چون هم تو پرس داشت شرکت میکرد، هم نقش نوک حمله‌مون داشت بازی میکرد، همین که حالا استایل هریکینی میخواستن بیارنش عقب این توپو بگیره ببره جلو، این اصلا خسته شد، یه جای دیگه واقعا نفس افتاده بود، چیزی ازش نمونده بود. و حیفه چون ما حالا با این کیفیت بازیکن کم داریم، حالا یه 2-3 تامون هم که یه کیفیتی دارن و خب اینجوری اگه خرجشون کنیم هم تو پرس خیلی سنگین، هم بیاد هی توپ ببره، اینا خیلی سخت میشه. و قدوس به نظر من داشت تا جایی که میتونست بازی که میخواست و ارائه میداد، اون پاسایی که سانترایی که میکرد از چپ راست زمین، راست به چپ زمین که این موقعیت سازی میکرد، فضای باز رو میدید که یکیش تبدیل شد، یعنی کشید برای رامین رضاییان رو دید از چپ به راست سانتر کرد و رامین رضایی هم سانتر کرد رو دروازه که گل شد. این قدوس این کیفیت رو داره اگر باش بازی کنن، اگر بهش اجازه بازی سازی بدن. بله خیلی نسبت قبلش کندتر، خیلی ضعیفتر شده نسبت به گذشته، ولی هنوز این کیفیت رو داره. در دفاع نه به اون شکل، ولی در حمله خیلی میتونه کمک کنه، خیلی میتونه توپ نگه داره، دیدش بازه. عموم بازیکنان ما اصلا خیلی جا سرشون پایینه، تا میخوان پاس بدن توپشون رو میزنن، بازی سازی نمیتونن بکنن. 2 سنتر بکامون به شدت کندن، اصلا بلد نیستن که کار بازی سازی انجام بدن، خیلی جا میکشن زیرش. ولی خب مثلا قدوسه که معدود آدمایی که میتونه بگیره به چرخه یه سانتری بکنه، یه پاسی بده که برسه. و در نهایت هم که اونا هم درصد پاسای درستشون بیشتر بود، هم کلا تعداد پاسشون هم بیشتر بود، هم توپ از ما بیشتر داشتن. یعنی همه جا انگار یه جوری بازی برای اونا بود تا ما، خیلی نزدیک بود اعداد به هم دیگه، ولی ما باید خیلی بهتر از این می بودیم. و این اتفاق میفته وقتی شما بهترینای کشورتو استعدادیابی نکنی و ببری. این اتفاق میفته وقتی که شما حتی کسایی که استعدادیابی شدن حالا اومدن تو لیگت بازی میکنن یا حالا لیگای عربی و خارجی بازی میکنن، اونها رو نبری. و این مشکل پیش میاد وقتی که جووناتو بهشون اجازه بازی ندی، اجازه ندی خودشون نشون بدن، اجازه ندی که بیان اصلا یاد بگیرن، تجربه کنن و بخوای صرفا بگی که من میخوام فقط با تجربه بازی کنم. این نتیجهش میشه، نتیجهش تهش میشه یه 2-2 با نیوزیلند که اگه رامین رضاییان نبود مطمئنا این اتفاق نمیافتاد، مطمئنا ما اصلا نمیتونستیم به گل نزدیک شیم، چه برسه به اینکه گل بزنیم. حالا ببینیم تو بازی بعدم ببینیم که چه اتفاقی میفته. هیچ کسی به نظر من بعدها خوشحال نمیشه که ببینه به اسم ایران این تیم رفته و باخته، تو نتایج ایران این ثبت میشه. ولی
کیفیت که نباشه، به نظر من مسائل تاکتیکی که اصلا وجود نداره. مربی که شاید خیلی چیزها رو نمیدونه، بغل زمین اصلا با بازیکنان نیست، اصلا حرفی زده نمیشه، نتیجهش بهتر از این نمیشه. ما حق یه سری رو بخوایم یه سری دیگر ببریم. یه سری استعدادهایی که تو کوچه پس کوچه هامون هستن از بازیکنایی که تو زمین هستن به مراتب بالاترن. یعنی کسی که فوتبال بدونه میبینه اینو و بازم بهشون هیچ شانسی حتی در رده لیگ هم داده نمیشه، چون ما باید یه سری کانکشن ها باشه، یک سری پول باشه. به سختی یه سری بازیکن میرسن که بتونن در اون لول بازی کنن. من نمیگم همه این بازیکن ها شایسته این تیم نیستن، ولی خیلی ها جای کسایی که شایسته ترن رو پر کردن. ممنون که با من بودین تا این لحظه. ببخشید که پرحرفی کردم، بازم دلم پر بود. دوست دارم که قدرتمند باشیم، دوست دارم که خوشحال باشیم، دوست دارم که پر افتخار کنار تیممون باشیم و حتی فوتبالی همین تیم نمیچسبه به من. امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش باشین و باز هم با ویدیوهای بعد در کنارتون خواهم بود. فعلا روزتون بخیر.